باب 20 مکاشفه یوحنا. 1000. آنگاه دیدم فرشته ای از آسمان فرود می آید و کلید حاویه با اوست و زنجیری بزرگ در دست دارد و او اژدها را، آن مار کهن را که همانا ابلیس یا شیطان است، گرفت و در بند کشید تا 1000 سال در اسارت بماند و او را به حاویه در انداخت و در بر او قفل کرد و مهر بر آن نهاد تا قومها را دیگر نفریبد تا آن 1000 سرآید و پس از آن چندگاهی آزاد گردد. و تخت‌هایی دیدم که بر آنها کسانی نشسته بودند که حق داوری به آنان سپرده شده بود و نفوس کسانی را دیدم که سرهاشان در راه شهادت در حق عیسی مسیح و حق کلام خدا از تن جدا شده بود. اینا نه به پرستش آن وحش و تمثال او تن داده بودند و نه علامت او را بر پیشانی و بر دست خود پذیرفته بودند. اینان دوباره زنده شدند و با مسیح 1000 سال سلطنت کردند. این رستاخیز اول است و مردگان دیگر زنده نشدند تا آن 1000 سرآید. خجسته بمانند و مقدسین همه آنان که در رستاخیز اول شرکت کردند. مرگ دوم بر آنان هیچ قدرت ندارد، بلکه در سلک کاهنان خدا و مسیح خواهند ماند و با او 1000 سال سلطنت خواهند کرد.